کلاس کودکان داریم. نه، کلاس نداریم. باید با شما حرف بزنم. یک داوطلب جدید داریم. اگر می‌خواهید داوطلب شوید یا اگر می‌دانید ساز زدن. اگر نواختن ساز را بلد هستید، نه اینکه فقط سازها را بشناسید، بلکه نواختن آن را بلد باشید. و می‌خواهید بخشی از این باشید، بعد از مراسم با من حرف بزنید. این را یادتان باشد. بودن با شما عالی است. می‌رویم سراغ فصل دوم عبرانیان. برای تازه‌واردها، من گونار هستم. یکی از شبانان اینجا. خوش آمدید. اگر سوالی درباره موعظه یا به طور کلی در مورد ایمان دارید، من معتقدم که مفهوم داشتن ایمان کورکورانه یک مفهوم کتاب مقدسی نیست. بنابراین من برای مثال اینجا هستم، چون از سنین بسیار پایین سوالات زیادی درباره خدا داشتم و اگر واقعاً شروع به فکر کردن کنیم، ما با سوال پرسیدن مردم را میشناسیم. با نامشان شروع میکنیم و اینکه اهل کجا هستند و چه کاری را دوست دارند و شغلشان چیست و غیره. پس اگر سوالی درباره هر چیزی که گفته میشه یا انجام میشه یا هر چیزی درباره ایمان به طور کلی دارید، من بعد از مراسم اینجا هستم و سوالات سخت را از دنیل مکسون بپرسید. شوخی کردم. امروز میخواهیم روی فصل دوم عبرانیان تمرکز کنیم. آیات 1 تا 4 موضوعی که بررسی میکنیم این است که مرجع عملکردی شما کیست؟ دقت کنید، کلمه عملکردی به معنی مرجع اعترافی شما نیست. چه کسی خداوند زندگی شماست، اما در عمل چطور؟ زندگی شما نشان می‌دهد مرجع نهایی شما کیست. امروز فصل دوم عبرانیان را شروع می‌کنیم. اگر نمی‌دانید ما کتاب‌های کتاب مقدس را می‌خوانیم تا خدا دستور کار را تعیین کند، نه من. و هفته گذشته یا 2 هفته گذشته فصل اول را به پایان رساندیم. چند نکته وجود دارد که در آنجا یاد گرفتیم. تم اصلی کتاب عبرانیان این است که عیسی برتر از هیچ و او عیسی را با بسیاری از واقعیت‌های عهد عتیق مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که عیسی به هر طریقی بهتر است و در فصل اول او می‌گوید عیسی از پیامبری که فقط پیام می‌آورد بهتر است. عیسی فقط پیام نمی‌آورد. او خود پیام است که فیض، بازسازی و امید در عیسی مسیح وجود دارد و در نیمه دوم فصل اول او این مفهوم را ارائه می‌دهد که عیسی از فرشتگان برتر است. او فقط یک موجود روحانی مبهم نیست. ما در عصری زندگی می‌کنیم که بسیار رایج است که روحانی باشیم. هفته پیش گفتم مردم وقتی می‌فهمند من شبان هستم، سکوت می‌کنند و نمی‌خواهند درباره زندگیشان حرف بزنند. اما گاهی می‌شنوند من شبان هستم و می‌گویند من هم روحانیام. یکی از نکاتی که هفته پیش بررسی کردیم این بود که روحانی بودن کافی نیست. شیطان، فرشتگان و خدا روحانیانند. این مفهومی بسیار وسیع است. پس او برتر است از هر فرشته‌ای، چون او نگهدارنده حیات است، هم نادیدنی و هم دیدنی. قبل از متن می‌خواهم بگویم بسیار اوقات اهمیت حرفا می‌تواند بسته به گوینده آن تغییر کند و حتی خوب یا بد بودن آن می‌تواند تغییر کند. بسته به گوینده. مثلا اجازه دهید این مثال را بزنم. اگر کسی در موقعیتی هستید و کسی می‌گوید باید تو را بشکافم، شنیدن این حرفا خوشایند نیست. اما شرایطی که در آن تفسیر می‌کنید که این مثبت است یا منفی به شدت به گوینده آن بستگی دارد. درست است، من می‌خواهم شما را بشکافم. خب اگر یک تبهکار باشد که می‌خواهد قدرت‌نمایی کند تا آدم بدی است، این سناریوی بدی است. ما نمی‌خواهیم در آن باشیم. حالا اگر یک پزشک باشد که می‌گوید می‌خواهم شما را بشکافم، این چیز مثبتی نیست. اما اگر در این چارچوب باشد که من شما را میشکافم تا بیماریایی که به آرامی شما را میکشد بردارم، آنگاه زمینه معنای جدیدی به سخن میبخشد. بسته به گوینده، همانطور که امروز 4 آیه را میخوانیم، این شبیه حرف نویسنده عبرانیان است.
این شروع یک فکر کاملا جدید نیست، بلکه او در حال ادامه دادن نامه خود به عبرانیان است. حالا اگر نمی‌دانید، بسیاری از بخش‌های عهد جدید صرفاً نامه هستند. و فکر می‌کنم برای ما، اگر کسی نامه‌های ما را مثل کتاب مقدس بخواند، ناراحت می‌شویم. تصور کنید نامه‌هایی می‌نویسید و مردم 1500 سال بعد آن را پیدا می‌کنند و نامه شما را فصل بندی کنند و یک آیه را خارج از متن بخوانند، احتمالاً شما را آزار می‌دهد. نتیجه گیری هایی که مردم می‌گیرند درباره منظورتان. پس وقتی عبرانیان را می‌خوانیم، به یاد داشته باشید که این یک نامه است. و بنابراین ما در فصل 2 آیات 1 تا 4 هستیم. اما او این فکر را ادامه می‌دهد که عیسی برتر است. او از یک پیامبر دیگر با یک پیام برتر است. او از یک موجود روحانی مبهم برتر است. و ببینم آیا متوجه می‌شوید؟ اولین کلمه در فصل دوم بنابراین است. می‌خواهم بپرسم، وقتی بنابراین را می‌بینیم چه می‌پرسیم؟ هیچکس. بنابراین چیست؟ بله، مسیحی 10 ستاره. نه من. وقتی در کتاب مقدس به کلمه بنابراین می‌رسید، بپرسید چرا این یادآوری خوبی است. می‌دانم کلیشه است، اما کمک می‌کند زمینه را فراموش نکنید. این بنابراین چیست؟ به چه چیزی اشاره دارد؟ لطفاً با من بایستید تا آیات باب دوم عبرانیان را بخوانیم. آیات 1 تا 4. بنابراین ما باید به آنچه شنیده‌ایم توجه بسیار بیشتری داشته باشیم تا مبادا از آن دور شیم، زیرا پیامی که توسط فرشتگان اعلام شد ثابت شد که قابل اعتماد است و هر گونه سرپیچی یا نافرمانی مجازاتی عادلانه در پی داشت. اگر این نجات بزرگ را نادیده بگیریم، چطور فرار کنیم؟ این کلام در ابتدا توسط خداوند بیان شد و توسط شنوندگان برای ما گواهی گردید و خدا نیز با آیات و معجزات و عطایای روح القدس شهادت دادند که طبق اراده او توزیع شد. آمین. می توانید بنشینید. عنوان موعظه امروز این است: مرجع کاربردی شما کیست؟ ما در این کلیسا باور داریم که عالی‌ترین مرجع برای اعتقادات و شیوه زندگی ما همین کتابی است که اینجا می‌بینید. شامل 66 کتاب است. ما برای یافتن حقیقت به آن نگاه می‌کنیم. خدا کیست و چطور زندگی کنیم؟ همانطور که درباره خلافکار و دکتر گفتم، بسته به این که چه کسی بگوید می‌خواهم جراحیات کنم، معنا عوض می‌شود. ما معتقدیم عیسی پزشک بزرگ است. او با آمدنش افراد مذهبی را رنجاند. همه آن نخبگان مذهبی با لباسهای فاخر که الهیدانان محترم بودند، آنها سعی داشتند عیسی را مصلوب کنند، درست است. آنها نکته را نفهمیدند و در مرقس باب 2 می‌بینیم که از رفتن عیسی به نزد این افراد رنجیدند. افراد به هم ریخته، نه مذهبی هایی که به هم ریختگیشان را پنهان می‌کردند. اگر بشد این را گفت، بلکه آنها می‌گفتند چرا او با باجگیران و گناهکاران معاشرت می‌کند؟ اگر مقدسی، چرا اینها را به عنوان دوست انتخاب کردی؟ و او چه می‌گوید؟ هی، این افراد سالم نیستند که پزشک می‌خواهند، بلکه بیماران هستند. خب، شاید می‌گفتند آره، حق دارد، بدون اینکه بدانند خودشان بیمارند. آنها نوع دیگری از بیماری دارند، با فکر اینکه همه چیز مرتب است، در حالی که ذات مقدس خدا را فراموش کردند. یادم میآید وقتی بچه بودم، در حدود 6 سالگی، یکی از خواهرهایم، خاطره‌ای واضح دارم. من فقط تکه‌هایی از خاطرات دارم، اما این یکی رو یادم هست. من کوچکترینم و وقتی 3 ساله بودم همه رفتند. پس حس می‌کنم گاهی مثل تک فرزند هستم. اما یادم هست خواهرم خانه بود و به خاطر مشکلات مالی گریه می‌کرد.
و من با راه حل عالی آمدم. گفتم نگران نباش خواهر. من مشکلاتت را حل می کنم. بله، یادم هست با اشک می خندید. کمی، چون قدردان بود. برای نیت پشتش. که میخواستم مشکلش را حل کنم. اما او متوجه شد که مشکلاتش بسیار فراتر از توانایی من برای حل آنهاست. و پیشنهاد دادم. فکر کردم خب باید از گزینه آخر استفاده کنم. اگر فکر میکنی نمیتوانم پس قلکام را میشکنم اگر لازم باشد. میدانی من حلش میکنم. از همه توانم استفاده میکنم تا مشکلت را نابود کنم. و او باز میخندید. احتمالاً میدانست که اون چند صد کرونی که در قلک داشتم برای حل مشکل بزرگ او کافی نبود. آنها حل نمیشدند. و میبینید وقتی در عبرانیان تأمل میکنیم و او میگوید ایسی بهتر است. کاربرد زندگی بخش دارد. و تمام نکاتی که نویسنده میگوید ایسی از پیامبر بهتر است. او از فرشته بهتر است. او از شابات و استراحت عهد عتیق و شنبه تعطیل بهتر است. او از قربانی معبد بهتر است. در ادامه عبرانیان میبینیم که عهد عتیق فقط سایه بود و شما در سایه مانده‌اید. شما مسحور سایه شدید در حالی که صاحبش اینجاست و او را ندیدید. او برتر است. و شاید فکر کنیم که صحبت کردن مداوم درباره این که ایسی از این و اون برتر است کمی خسته کننده باشد، اما نه. در هر دسته‌ای که فکر می‌کنیم ایسی بهتر است، کاربرد تغییر دهنده زندگی وجود دارد. چرا که وقتی به برتری ایسی فکر می‌کنیم، می‌فهمیم که او مانند من در 6 سالگی نیست که بخواد مشکلی را حل کند که اصلاً توانایی انجامش را نداره. نویسنده عبرانیان میگوید نه. از بزرگنمایی مشکلات خود دست بردارید و درک کنید که ایسی برتر است. ایسی از همه آنها برتر است. و کاربرد تغییر دهنده زندگی دارد. مثلا در اولین آیه امروز ما. او میگوید باید به شنیده هایمان بیشتر دقت کنیم. پس با برتری ایسی، مرجع من کیست؟ من چه چیزی را توجه نزدیک به چه کسی گوش میدهم؟ چه چیزی اجازه میدهد نحوه زندگی و فکرم را شکل دهد؟ زیرا این به سادگی یک موجود خلق شده دیگر نیست. این به سادگی یک فیلسوف دیگر یا یک رهبر مذهبی بزرگ نیست. نه کسی که با نیت خوب می آید. ولی نمیتواند مشکلات ما را حل کند. موضوع این است که وقتی کلام خدا را به عنوان بالاترین مرجع می‌دانیم، چون باور داریم خدا خوب است و باور داریم که درس‌های او در حقیقت برای منفعت و شکوفایی ماست. شاید ناراحت شوید. ما باور داریم ایسی که دانای کل است بهتر از شما می‌فهمد که زندگی چطور بهتر زیسته می‌شود. ما باور داریم که او خالق است و ما ساخته او هستیم. و اینکه تمام هستی در برابر ایسی تسلیم است. و باور داریم که حتی با انکار خود و نگفتن به نفس خیش یا نگفتن به دنیایی که با چیزهای زیاد حواسمان را پرت می کند. همانطور که چند بار گفتم، دقت کنید که در تبلیغات هیچ کس آخم نمی کند. آیا دقت کرده اید که اگر نیسان سوار شدید همیشه خوشحالید، اگر آرایش می کنید خوشحالید؟ همیشه. آیا دیده اید کسی در تبلیغات غمگین نیست؟ پیام نهفته در آن چیست؟ فقط این نوشیدنی را بخور و شاد باش، درست؟ نه. ما ایمان داریم که در پایان راه شادی واقعی و همیشگی این است که کنار نویسنده زندگی باشیم. و این چطور در زندگی ما کاربرد دارد. برای مثال، ما می‌خواهیم کسانی باشیم که کلام خدا را می‌خوانند، درست است؟ چون در عصر خوبی هستیم. مثلا ایسلند محیط عجیبی دارد. می‌دانستید ایسلند بیش از 1,000,000 کتاب مقدس دارد که الان در گردش است و کسی آنها را نمی‌خواند. آنها در قفسه‌ها خاک می‌خورند و زیبا هستند. مردم زیرشان غذا می‌خورند و نمی‌دانند یک کلمه از آن چه می‌گوید. پس باید عملی فکر کنیم. باید به آنچه شنیدهایم بیشتر دقت کنیم. یکی از راه‌های کاربردش این است که بگیم خدا به ما داده.
این کتاب‌ها را اگر ندارید ما داریم. به نظر می‌رسد یک دسته نامنظم در عقب است. مشکلی نیست. اگر کتاب مقدس بردارید، بهترین دزدی امروز است. نه، شما نمی‌دزدید. ما داریم تا ببرید. ولی می‌خواهیم کلام خدا را بخوانیم. راستی، اگر برنامه ندارید، ما اینها را در عقب داریم. اینها فقط چیزی که می توانید هر روز بخوانید. عهد جدید و کل کتاب مقدس لازم نیست هفتگی باشد. می توانید از این به عنوان لیست کارهایی که خواندهاید استفاده کنید. اکنون بیش از آن نمی خواهیم فقط کسانی باشیم که نمی خواهیم فقط چیزهای زیادی درباره خدا بدانیم. و نمی خواهیم صرفاً افرادی باشیم که می توانند آیات را نقل کنند و درگیر بازی‌های ذهنی و الهیات شوند. ما می خواهیم کلام خدا ذهنمان را شکل دهد و در آنجا نماند، به قلبمان نفوذ کند و آن را تغییر دهد و به دستانمان برسد و مرجع عملکردی ما شود. چون واقعیت این است که خیلی ها حرف درست میزنند. آمین. آمین. بله. بله، می توانم بپرسم. هی، می توانید آمین بگویید تا همه بگوییم؟ بله، پس چنین باشد، درست. ما قادریم به تمام حقایق آمین بگوییم و بعد برویم و نشان ندهیم هیچ چیزی که یاد گرفته ایم. امید. ما. این است که خدا به ما بگوید او کیست؟ که قلب و علایق و توجه ما را تغییر دهد. و اینکه نحوه زندگی ما، نحوه استفاده از دستان و انرژی خود و غیره را تغییر دهد. چون مشکل این است که خیلی ها مسیحیان نظری هستند، اما ملحدان عملی. درست است. باور داریم خدا هست، اما در اولویت بندی زندگی اینطور رفتار نمی کنیم. درست است. باور داریم خدا می تواند مشکلات ما را حل کند، اما در عمل او آخرین کسی است که برای حل مشکلات به او رو می آوریم. درست. ما شاید با بودجه بندی و این قبیل کارها شروع کنیم. او آخرین پناه است و بنابراین از نظر نظری خیلی ها بله و آمین می گوییم. خدا عیسی خداوند است. او همه چیز را درست می کند و در عمل. اقتدار ما کیست؟ بنابراین همانطور که به کلاس عضویت خود می رویم، می خواهیم کلیسایی باشیم که عملی زندگی می کند. انگار عیسی مسیح واقعا زنده شده است. انگار عیسی مسیح واقعا به ما قدرت می دهد. گویی او حقیقتا در دره سایه مرگ و بر فراز قله‌های زندگی همراه ماست. و در کلاس عضویت ما درباره 5 تی حرف میزنیم، چون باپتیست هستیم و باید چیزهایی با حرف یکسان داشته باشیم. با اینکه گاهی سخت است. درست. می‌خواهیم کسانی باشیم که از وقت و استعدادمان به روشی خدایی استفاده کنیم. از گنجینه‌ها و آموزش‌ها استفاده کنیم، به چیزهایی که درباره خداست گوش دهیم، در انتخاب کتاب‌ها و شنیده‌ها عاقل باشیم. و در آخر از زبانمان استفاده کنیم به روشی سازنده و خدایی، تا مطمئن شویم که بددهن نیستیم، بلکه ایمان را با دیگران در میان بگذاریم. غیبت یا تخریب نمی کنیم. و فهمیدم باید مراقب حرکاتم باشم، مثل آنها که غیبت نمی کنیم. چون باید مراقب دستانم باشم تا دیگران برداشت‌های نادرستی از کارهای اینجا نداشته باشند. پس وقتی در عبرانیان آمده که باید به شنیده‌هایمان دقت بیشتری کنیم. او نمی‌خواهد فقط کتاب مقدس را آرام بخوانیم، بلکه در پرتو این تغییر کنید. کتاب مقدس را بخوانید و بدانید خدای زنده‌ای در شماست که شما را شبیه عیسی می‌کند. و از او بخواهید انجامش دهد. و به یاد داشته باشید، این همان مأموریت بزرگی است که می‌خوانیم. گاهی فکر می‌کنم باید، چون اگر انجامش دهید، کارها را تکرار کنید. ما معنایش را گم می‌کنیم و شاید فراموش می‌کنیم به آن بیاندیشیم. ما جلسات را با یادآوری مأموریتمان تمام می‌کنیم. در آیه 20 چه می‌بینید؟ وقتی می‌گوید به همه ملت‌ها بروید و شاگرد بسازید، این فقط برای کشیش‌ها نیست. این برای همه ماست. درست است. به آنها بیاموزید که دستورات مرا رعایت کنند.
خیلی ها فکر میکنند باید هرچه ایسی گفته را درس بدهند. نه، نه، نه. متن این را نمیگوید. به آنها بیاموزید که دستورات مرا رعایت کنند. به آنها بیاموزید که با این تعالیم زندگی کنند. فقط نگذارید بدونند چه گفتم. نشان دهید زندگی برای جلال خدا چگونه است. بروید و شاگرد بسازید. و گاهی خیلی سخت می شود. چون در آن زمان کلیسا همسایه شما بود که زمینش را شخم می زد. می توانستید استراحت کنید، با هم وقت بگذرانید و زندگیتان را شریک شوید. خدایا، چطور در عصر مدرن این کار را کنیم؟ جایی که برخی 30 دقیقه ناهار دارند و برخی در شیفت شب کار می کنند. چطور زندگیمان را شریک شویم؟ خب، شما حلش کنید و به من بگویید نه. بیایید اینجا توقف کنیم و شما را تشویق کنم. برادران و خواهران، وقت بگذرانید. در دعا با خدا. ایجاد دیدگاهی الهی برای استفاده از وقتتان. چطور از استعدادهایتان استفاده می کنید؟ دروغ این که چیزی ندارید را باور نکنید. این دروغ را باور نکنید که گویی شما تنها کسی هستید که از وعده‌های خداوند به تمام قومش بی بهره مانده اید. بله، میدانم او عطایای روح القدس را به همه داده، اما انگار مرا فراموش کرده. از بین میلیاردها نفر. اینقدر بدشانسم. نه، او به شما هدیه داده. با هدایا. برای بنای اطرافیانتان. و استفاده از آنها. وقتی یک شنبه ها نیستید، ما نمیخواهیم فقط درباره. مثل یک رویداد. فکر میکنم میگویید با پخش اسپاتیفای این را واضح میکنید. ما نمیخواهیم یک رویداد باشیم، میخواهیم خانوادهای ایمانی باشیم که در واقع یکدیگر را تشویق کنیم. در زندگی هم باشیم. من نمیتوانم این کار را برای همه بکنم. ما به هم نیاز داریم. پس میخواهم درک کنید وقتی یکی از ما نیست. یک شنبه ها یا جلسات، اگر نیستید، ملحق شوید، چون نه تنها از کسانی که هدایایی برای رشد ایمان شما دارند محروم میشوید. و دانش. بلکه ما هم شما و آنچه برای رشد ما دارید را از دست میدهیم. عاشق وقتی هستم که کتاب مقدس از عطایای روح القدس میگوید. از طیف گستردهایی شروع می شود تا نبود. تا خدمت کردن. شاید فکر نمی کنید هدیه‌تان بزرگ است. اما کتاب مقدس میگوید ما یک بدن هستیم. اگر یکی از ما نباشد. بدنتان را تصور کنید. اگر عضو کوچکی از بدنتان را بردارید مثل یک انگشت کوچک، درست است. بزرگ نیست. میدانید اگر قطعش کنید چه می شود؟ هنوز درد میگیرید. هنوز خیلی درد میگیرید. ما به بدنمان نمیگوییم میتوانیم انگشت کوچک را از دست بدهیم. نه. تمام بدن درد میگیرد و این چیزی است که کتاب مقدس میآموزد. بگذارید تشویقتان کنم که دیدگاهی الهی برای زندگیتان داشته باشید. چطور از استعدادهای خدا استفاده میکنید؟ چطور از پول و منابعتان استفاده میکنید؟ برای جلال او. بگذارید بگویم احساس میکنم 2 گروه وجود دارد. برخی کلیساها میگویند اگر ثروتمندید، خدا دوستتان دارد و برکت یافته اید و بقیه ما فقط کرم‌هایی هستیم که خدا دوستشان ندارد. اگر محبوب خدا باشید، ثروتمندید. و گروه‌های دیگری هم هستند. نه، اگر محبوب خدا باشید، در این زندگی رنج میکشید. رنج میکشید و لبخند میزنید از آن نوع حرفا. درست است و من درباره 2 خنده هشدار میدهم. فکر میکنم پاسخ در میانه است. درست است، کسانی که میگویند نگاه کنید. ببینید، سلیمان است. ثروتمندترین مرد زمین است، میدانید و دیگری میگوید به استفان نگاه کنید. او میدانید او کشته شد. این یعنی و فکر میکنم نکته این است که هرچه خدا به شما میدهد، چه ثروت، چه رنج، چه فقدان، وفادار باشید. هرچه میدهد، در پی وفاداری باشید و خود را نه به عنوان مالک یا حاکم، بلکه خادم و مباشر هدایای خدا باشید. تا اطرافیان خود را بنا کنید. در این افراط‌ها نیفتید که بگویید خدا هرچه میدهی. بگذار وفادار باشم. بگذار وفادار باشم. در دعا وقت بگذرانید و فکر کنید چه تعلیمی را در زندگیتان می‌خواهید.
چه کتاب‌های صوتی و پادکست‌هایی گوش می‌دهید؟ حتی چه فیلم یا برنامه‌ای می‌بینید؟ برخی آشکارا درباره جهانبینی آموزش می‌دهند و برخی دیگر در این مورد بسیار ظریف هستند. و در نهایت با دعا یک بینش الهی برای زندگی خود ایجاد کنید. درباره استفاده از زبانتان. چطور از زبانتان استفاده می‌کنید؟ درباره چه حرف می‌زنید؟ درباره چه کسی حرف می‌زنید؟ آیا برای اشتراک انجیل استفاده می‌کنید؟ برای تشویق مردم یا برای تهمت زدن؟ او آیه 1 را با گفتن توجه بیشتر تمام می‌کند. به آنچه شنیده‌اید تا از آن دور نشویم. به کلمه ما دقت کنید. درست است. کامپیوتر نیست. درست است. نه فقط. شوخی می‌کنم. او مسیحیان را خطاب می‌کند. این نامه برای مسیحیان است، نه خارج از کلیسا. میگوید شما نمی‌توانید کنترل کنید دنیا چه می‌کند یا چطور رفتار می‌کند. روی آنچه می‌گیرید تمرکز کنید. آنچه می‌آموزید و نحوه زندگی خود. اگر در حقیقت خدا ریشه نداشته باشید و برای وقت گذراندن با او نجنگید، کسی دیگر برنامه‌تان را می‌چیند. درست است. امروز عالی است. تا حالا سعی کردید فیسبوک را تا ته اسکرول کنید. درست است. پایانی ندارد. می‌شود همینطور ادامه داد. عمرتان را هدر دهید. با چرخیدن. اگر برای وقت با خدا نجنگید و برای جلال خدا قدم براندارید، اگر برای زندگیتان برنامه نریزید، کسی دیگر می‌چیند. پس سوال این است، مرجع عملکردی شما کیست؟ نتفلیکس مرجع عملکردی شماست. سرگرمیتان مرجع عملکردی شماست. نمی‌خواهم کسی را نشان بدهم که ناراحت شود. ما در نسلی زندگی می‌کنیم که فکر کنم خیلی حسرت می‌خورند. دم مرگ. به این دلیل که وقتی ببینند مرگ نزدیکتر می‌شود، می‌فهمند که هرگز واقعاً برای زندگی درست هدف نداشتند، در راه درست نرفتند و وقتشان را صرف چیزهای مهم نکردند. مسیحی عزیز. و نبرد روحانی که برای جان شما در جریان است، شاید تلاش شیطان برای کشاندن شما به بدعت نباشد. ممکن است صرفاً بگوید هی، دانیال را می‌کشانم که 1 درجه از مسیر برود. بله، فقط 1 درجه منحرفش می‌کنم. این زیاد نیست، کوچکترین عدد است. درست. 1 درجه. فقط 1 درجه از مسیر منحرفش می‌کنم. و برای مدتی طولانی ادامه دهد. و وقتی 6 ماه این کار را می‌کنی، 1 سال می‌شود، 10 سال می‌شود، 10 ها می‌گذرد و دم مرگ می‌بینی که اصلاً نزدیک نیستی به راهی که خدا برایت می‌خواست. جنگ برای روح شما اینطور پیش می‌رود. اگر نتوانم از مسیح دورشان کنم تا ایمانشان را رها کنند، بگذار از مسیح خارجشان کنم تا مسیحیان بیاسری شوند و آخر عمر بفهمند که خوب زندگی نکردند. بریم. ما طبقه اولیم. مشکل موش داشتیم. تقریباً هر سال این موقع که هوا سرد می‌شود، موش‌ها برای گرم شدن می‌آیند. نمی‌خواهم در خانه‌ام گرم شوند. سعی می‌کنیم راهی برای گرفتنشان پیدا کنیم. سعی می‌کنیم انسانی باشد. آنها زیبا هستند. اما نه آنقدر که به عنوان حیوان خانگی نگهشان دارم. داشتم تحقیق می‌کردم. می‌دانید این مثل سم است. جونده یا هرچی. فقط 1 کاسه سم نمی‌گذارید که بیا خودت را بکش. آن را مخفی می‌کنید. در چیزهایی پنهانش می‌کنید که خوشایند، که بو و طعم خوبی دارند. و فقط 1% سم می‌ریزید. و کار را انجام می‌دهد. و این مشکل منحرف شدن است. و میگوید مبادا منحرف شویم. منحرف شدن زحمت ندارد. واقعا لازم نیست کاری کنید. اگر قایق دارید فقط کافی است لنگر نداشته باشید. و بعد بی زحمت قایق از محیطش دور می شود. نه ناگهانی، نه به طور چشمگیر، بلکه به آرامی و پیوسته دور می شود. برای سرنشینان قایق شاید مهم نباشد. و در اعمال 16 از پولس رسول میپرسند چه کنم تا نجات یابم؟ خب، جوابش این است که جهتت را عوض کن. به مسیح رو کن، به خداوند ایمان بیاور، مسیح را دنبال کن.
اعتماد کن که فداکاریاش نجاتت می‌دهد. که وقتی پیش خدا می‌ایستید، نگویید به کارهای خوبم نگاه کن، بلکه به کار مسیح نگاه کنید. به آموزه‌هایش برای زندگی اعتماد کن و دنبالش کن. اما اگر پرسش این مرد را در نظر بگیریم، برای نجات یافتن چه باید کرد؟ و سوال مخالف را بپرسیم. آقا، چه کنم تا گمراه شوم؟ خب، جوابش هیچ. لازم نیست کاری کنی. چون واقعیت این است که ماهی مرده میتواند با جریان آب برود. ماهی مرده با جریان پایین میرود. کسی که زنده است باید خلاف جریان شنا کند. کتاب مقدس هشدار میدهد که ما در دنیاییم ولی نباید از آن باشیم. جریان اطراف ما را میبرد اگر برای دیدگاه خدایی در زندگیمان مصمم نباشیم. ما با جریان برده میشویم. و این نیست اراده خدا برای زندگیتان. اگر برای زندگیتان برنامه خدایی نداشته باشید، کسی دیگر برایتان برنامه میچیند. و با هر جریانی که آن روز هست پیش میروید و میوه آن جریان بیشتر و بیشتر معلوم میشود. نمایان شود و ثابت کند که نسبتاً ناپسند است. ما در چه جریان‌هایی هستیم؟ در روزگار امروز ما خود را در جریان یافتن آزادی از محافظهای ایمان خدایی یا فقط اخلاق و ثمره آن به شکلی کنایه‌آمیز اصلاً آزادی نیست، بلکه اسارت است. ناگهان ما به فرهنگی تبدیل می‌شویم که در اسارت و بردگی کامل نسبت به امیال خود قرار دارد. نمی‌توانیم نبگوییم. فقط از این سو به آن سو می‌رویم. جامعه بدون ریشه در واقعیت. افرادی که بدون هدف در اطراف قدم می‌زنند. تنها با سرگرم کردن خود به سوی مرگی روحانی و ابدی پیش می‌روند. محافظت ما در برابر انحراف، ایمان به عیسی به عنوان لنگر زندگی و حقیقت است. از او بخواهیم خداوند و سکان زندگیمان باشد. خدا مرا به جایی ببر که می‌خواهی و این دقیقاً همون چیزی است که عبرانیان 2 آیات 2 تا 4 میگوید، چون پیام فرشتگان قابل اعتماد بود و هر نافرمانی مجازات عادلانه‌ای داشت. چگونه فرار کنیم؟ اگر این نجات بزرگ را نادیده بگیریم. اول خدا اعلامش کرد و شنوندگان برای ما تاییدش کردند. خب، خداوند نیز با آیات، شگفتی‌ها، معجزات گوناگون و عطایای روح القدس بر آن گواهی داد که طبق اراده او توزیع شده است. پس آنجا چه میگوید؟ خب، او به تثنیه 33:2 نگاه می‌کند. این درباره شریعت خدا صحبت می‌کند که از کوه سینا نازل شد. نویسنده عبرانیان میگوید از اونجا که عهد عتیق با فرشتگان آمد. هنگام ابلاغ شریعت خدا در عهد عتیق و ما آن را جدی گرفتیم. پس ما چطور آن را جدی بگیریم؟ چطور فرار کنیم؟ اگر از جدی گرفتن یک پیامرسان دیگر غفلت کنیم. بلکه خود خدا که پیام است. اگر ما پیام فرشتگان را جدی میگیریم، چطور ممکن است آن را جدی نگیریم؟ هدیه نجات را نه فقط در پیام بلکه در پیامرسان. او نیامد تا قوانین بدهد آمین بگوییم. من سپاسگزارم نمیگم قوانین رو دور بریزید، این هم کتاب مقدسی نیست، اما شکرگزارم که عیسی میتونست فقط راه بره و بگه چه مرگتان است. چرا فقط کار خوب را انجام نمیدهید و کار بد را نمیکنید، فقط همین را انجام دهید میدانید؟ او میتوانست فقط به قوانین و شکست‌های ما اشاره کند و با این حال نکرد. او فقط با قوانین نیامد، بلکه برای رساندن پیام امید. برای ما که شکست خوردهایم درست است. می توانیم آمین بگوییم. شکست خوردهایید؟ بله آمین، پس چنین باشد. ما زندگی می‌کنیم. کسی که شریعت را شکست، ما سقوط کردیم و شریعت را شکستیم و اینجا میآید. پزشک بزرگ که میگوید هی سالم‌ها به دکتر نیاز ندارند، بلکه بیماران. من اینجا هستم. پزشک بزرگ. من عیسی را نقل می‌کردم، نه اینکه بگم اینجا هستم. امیدوارم متوجه شوید. ما می‌بودیم. اگر این مرد را جدی نگیریم. ما مردمی می‌بودیم که سربازان و افسران پلیس را جدی می‌گیرند. و وقتی پادشاهی می‌آید که خود صاحب اختیار آن افسران پلیس یا سربازان است،
آنگاه ما اصلاً به حرف او گوش نمیدادیم. ما اینقدر احمق بودیم. اگر قرار بود پیامی که فرشتگان آوردند را جدی بگیریم و نه پیام رسانی که خود خدا بود. و این هم اوست که میآید تا بگوید نه فقط آنچه باید انجام دهیم بلکه آنچه او انجام داده است. در عیسی مسیح. آیا در کامل بودن شکست خورده اید؟ کریس آیا شکست خورده ای؟ تو روند خوبی داشتی، درست است. همه ما در کامل بودن شکست خوردیم. خب این همون کسی است که کامل است و او بر خود گرفت که بمیرد. انگار که گناهکار بود. تا بدهی شما را بدهد و شرم را پاک کند تا در عدالت عیسی زندگی کنید. این پیام عیسی بود وقتی خدمت را در متی 4 شروع کرد. میگه این پیام از توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. یعنی توبه کنید و روی بگردونید از هر آنچه پیش از این مرجع عمل کردی شما بود و روی آورید به مسیح. بگذارید او مرجع عمل کردی و مرجع واقعی شما باشد. چون پادشاهی خدا اینجاست. و شما نه تنها وعده زندگی دارید بلکه به کسی روی میآورید که به وعده‌هایش عمل می‌کند چون او نویسنده زندگی است. آیا اینجا از مرگ می‌ترسید؟ فکر می‌کنم جالب نیست برای هیچ یک از ما. اما آیا شما کسی هستید که وقتی به مرگ میاندیشید دچار هراس کامل می‌شوید؟ به پزشکی روی آورید که حیات ابدی دارد. آیا از فکر ایستادن در برابر کرسی داوری خدا می‌لرزید و نه و اینکه به اندازه کافی خوب نباشید که به بهشت بروید؟ خب من خبری برای شما دارم. خبر بد این است که هیچ کدام خوب نیستیم. به کسی روی آورید که هست. کسی که مرد تا عدالتش را به شما دهد. او مرگ شما را مرد تا زندگی او را داشته باشید. از این نجات بزرگ غفلت نکنید اگر چیزی بزرگ است. شما وقت و انرژی خود را به آن می دهید. اگر در چشمان شما بزرگ است به آن توجه می کنید. درست است. اگر آنچه در چشمان شما بزرگ است و شما از آن افراد عجیبی هستید که تا 45 سالگی درس می‌خوانید و 5 مدرک دارید. اگر آن در چشمان شما بزرگ است به آن توجه می‌کنید. اما باید بپرسیم چه چیزی در چشمان ما بزرگ است؟ ما نجات یافتیم توسط نجات دهنده بزرگ با هزینه بزرگ از مجازات بزرگ. این نجات بزرگ است. چرا بسیاری غفلت می‌کنند؟ چون نجات را بزرگ نمی‌بینند. شاید به دلیل نابینایی نسبت به قدوسیت خداوند، جدیت گناه و جهنم. شاید طول ابدیت. بسیاری از ما خداناباورانه زندگی می‌کنیم چون ابدیت را در ذهن نداریم، فقط بهترین 80 سال را می‌خواهیم. به آینده فکر نمی‌کنیم. اما برادران و خواهران، مبادا در تله بیفتیم. بی احترامی یا کوته‌بین یا سبکسر بودن با مقدسات یا بی توجه بودن به وضعیت ابدی روح خود و روح اطرافیانمان. و او میگه این پیام امید در ابتدا توسط خداوند اعلام شد و توسط کسانی که شنیدند برای ما تایید شد. حالا او اونجا چه میگوید؟ اول توجه کنید که میگوید ما. پس میفهمیم این نامه نوشته نشده. صدها سال بعد از عیسی او میگوید نه ما عیسی را دیدیم. ما درباره شاهدان زندگی و کارهای او شنیدیم. این یک افسانه دیگر نیست. این یک داستان یا فانتزی خوب دیگر نیست. این توسط خود خدا در قالب انسانی اعلام شد و کلیسا از همون قرن اول خود را به رسولان داد. حالا عهد جدید را کسانی نوشتند که عیسی را دیدند. کسانی که دیدند عیسی زندگی کرد و مرد و دوباره زنده شد. درست است. و بسیاری از آنها مثل کتاب یعقوب در عهد جدید. اگر درباره یعقوب چیزی نمی‌دانید، می‌خوانید و می‌فهمید برادر ناتنی عیسی است، شوخی‌های زیادی درباره‌اش هست. اینکه زندگی با عیسی به عنوان برادر بزرگتر چطور بود؟ مری میگوید جیمز نمی‌توانی مثل عیسی باشی. باور کردنی نیست. اما اگر انجیل را بخوانی، می‌بینی خانواده‌اش او را دیوانه می‌دانستند. آنها میگفتند تو را نمیپرستیم، اما بعد میفهمی چیزی تغییر کرده. در جایی از انجیل آنها عیسی را دیوانه میدانستند و بعد میفهمی صبر کن، برادرش دارد کتابی در انجیل مینویسد و برادر بزرگترش عیسی را میپرستد. فکر کرده ای چقدر این دیوانه کننده است؟
چه چیزی لازم است تا برادر بزرگترت را به عنوان خدا در کالبد انسان بپرستی؟ کسی که در ذات کامل است. چه چیزی لازم است؟ من که 3 برادر بزرگتر دارم به تو میگویم. هرگز مرا قانع نمی‌کنی. می‌توانی شکنجه‌هام کنی ولی اعتراف نمی‌کنم. و نکته دیوانه‌وار این است که او جانش را داد تا ایمانش به برادر بزرگترش را انکار نکند. به عنوان خدای بی‌نقص. بله. او دارد برای مسیحیان می‌نویسد. او در همان اوایل می‌نویسد. او می‌گوید ما دیدیم و به شنیده‌ها گوش دادیم. کلیسای اولیه خود را وقف تعلیم رسولان کرد. ما هم می‌خواهیم همانطور باشیم. اما برای وقف زندگی در پرتو آن تعلیم اول باید بدانیم چیست. قبل از اینکه برای ایسی زندگی کنیم باید بدانیم او چه آموخته است. اجازه دهید به شکا بپردازم. شاید با این افراد روبرو شوید یا خودتون باشید که میگوید مدرکی برای وجود ایسی نیست. من این را مطرح میکنم. اگر به این باور دارید نمیتوانید به هیچ کس در تاریخ اعتماد کنید. درباره ایسی مطالب بیشتری هست. اسناد بیشتری از پیروانش که برای او مردند وجود دارد. و کسانی که میخواستند پیروانش را سرکوب کنند. بله، اسناد بیشتری درباره زندگی او هست. و کار و پیام ایسی نسبت به هر شخص دیگری در تاریخ بشر. دستها بالا. آیا ارسطو واقعی بوده؟ 4 نفر. ارسطو اخیراً اعتبار خود را از دست داده است. آیا افلاطون واقعی بوده؟ سزار چطور؟ کسی هست؟ شکاکان زیادی اینجا داریم. هیچ کدام از افراد دیگری که ما به عنوان افراد واقعی در تاریخ بشر بدیهی می‌دانیم به اندازه عیسی مسیح مستندات ندارند و هیچ کدام از آنها مستنداتی به نزدیکی زمان زندگیشان به اندازه عیسی مسیح ندارند. نه تنها مستندات بیشتری درباره عیسی وجود دارد، بلکه قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی که داریم خیلی زود پس از دوران زندگی عیسی نوشته شدند. باستانشناسی همچنان کشف می‌کند که فکر می‌کردیم انجیل اشتباه است، اما با حفاری می‌بینیم درست است. اما مرد، اگر با این افراد برخورد کردی و گفتی مرد، عیسی یک شخص واقعی نبود، فقط بگو مرد، تو باید تمام تاریخ بشر را کنار بگذاری. قبل و بعد از عیسی، چون هیچ کس بیشتر از او گواهی نشده است و در نهایت هیچ شخص دیگری در تاریخ بشر بدون قدرت نظامی، قدرت مالی یا قدرت سیاسی مثل مسیح اثری در جهان نگذاشته. نمیتوان از او فرار کرد. 3 شنبه جلسه داریم. اون 3 شنبه آینده در سال 2023 پس از میلاد مسیح است. نکته اینجاست که ما تاریخ را قبل از او و با او در مرکز اندازه‌گیری می‌کنیم. قبل و بعد از آمدنش. عجیب است. بدون قدرت نظامی یا سیاسی. بدون پول. می توانی تصور کنی که پای صلیب ایستاده‌ای، جایی که مردم عیسی را مسخره می‌کنند و سعی می‌کنی به آنها بقبولانی که اگر ماشین زمان داشتی، آن فرد روی صلیب در میان آنها مهمترین شخص خواهد بود. در کل تاریخ. می توانی سربازان رومی را قانع کنی. می توانی پیش سزار بروی و بگویی چه چیزی عجیب است. ما قرار است سگ‌هایمان را به نام تو سزار آگوستوس نامگذاری کنیم و فرزندانمان را به نام شاگردان آن مردی که آویزان است نامگذاری کنیم. روی صلیب. عجیب است. دوم، برای کسانی که میگویند داستان را برای سود ساختند. از تاریخ 300 سال اول کلیسا میدانیم که مسیحیان کشته و نوشته‌هایشان سوزانده میشد. از زندگی رسولان میدانیم. داستانی از ثروت و شهرت آنها نداریم. بلکه شکنجه میشدند. با تیر کشته میشدند، گردن زده میشدند و به صلیب آویخته میشدند. به خاطر پیامی که میگفتند کسی که با او بودیم و مرگش را دیدیم. دیدیم که زنده شد. او خدا و کامل است. و ما ترجیح می‌دهیم بمیریم تا اینکه گفته‌هایمان را انکار کنیم و در نهایت می‌خواهم با آیه 4 به پایان ببرم، جایی که خدا نیز با نشانه‌ها شهادت داد.
و عجایب و هدایای روح که طبق ارادهش تقسیم شد. در انجیل معجزات را می‌بینید. برخی به همین دلیل به انجیل باور ندارند. چطور به سندی که از معجزه میگوید باور کنم؟ باید با این ایده روبرو شوید. خدا اینجاست. آیا خدا حاکم است و وجود دارد؟ اگر پاسخ بله است. خیلی چیزها باقی است. معجزات بسیاری به عنوان احتمالات باقی ماندند، اما در اینجا او میگوید بخشی از دلیل وجود معجزات نشان دادن اقتدار عیسی و پیام اوست. این تنها دلیل معجزات نیست. اول قرنتیان 12 تا 14 عالی است. وقتی بحث معجزات در کلیسا پیش می آید، اما ببینید دلایلی برای عطایای ماوراء طبیعه وجود دارد تا مسیحیان را اصلاح و تشویق کند و به مردم عشق ورزند. برای تعلیم عشق خدا و بشارت دادن. دلایل بسیاری برای وقوع معجزات وجود داره و او میگه یکی از دلایل اون این است که تا بر اقتدار عیسی گواهی دهد. و به هر حال در اعمال رسولان یک میخوانیم که به رسولان گفتند منتظر روح القدس بمانند. من این را دوست دارم. آنها مأموریت را گرفتند. باید به دنیا بروید و از عیسی بگویید. و من روح القدس را به شما میدهم و هدف روح القدس این نبود که به جلسات هیجان بده یا مردم را وادار کند که لزوما کارهای عجیب کنند. اگرچه آنها روح القدس را میگیرند و خیلی ها فکر میکنند مست هستند. بلکه میگوید هدف روح القدس این است که شاهدان من باشید. در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا اقصای زمین. پس این هشدار را به شما میدهم. وسواس معجزات نداشته باشید. اما آنها را رد نکنید. بلکه بر معجزه‌گر تمرکز کنید. کتاب مقدس میگوید که در آخرالزمان پیامبران دروغین و ضدمسیح میآیند و معجزاتی رخ میدهد و مردم به خاطر آن معجزات از آنها پیروی میکنند. پس چه باید کرد؟ صبر کنید. اگر گفتید عیسی به خاطر معجزاتش اقتدار داشت و شما میگویید پیامبران دروغین معجزاتی میکنند تا مردم را گمراه کنند، چطور بفهمیم کدام درست است؟ خب کتاب مقدس میگوید ارواح را بسنجید. اگر اعتراف کنند عیسی مسیح خداوند است. درست است. وقتی خدا معجزهایی میکند، هدف شهرت نام عیسی است. و اشاره به حقیقت خدا در کتاب مقدس. پس مراقب کسانی باشید که ادعای انجام معجزه دارند و به ندرت از عیسی نام میبرند. کسانی که ادعای شفا دارند اما به عیسی اشاره نمیکنند. مراقب باشید، وسواس معجزات نداشته باشید و عطای نجات را نادیده نگیرید. حالا میخواهم با این چالش به پایان برسانم. آن چیز که شما انتخاب میکنید که نادیده بگیرید. آیا نجات دهنده ما خواهد بود؟ کسی که هزینه و مجازات گناهان ما را بر دوش کشید. یا چیزهای دیگری را نادیده میگیرید که نفس یا دنیای اطرافتان شما را به سمت آنها میکشاند. چون در این زندگی نمیتوانید به دو ارباب خدمت کنید. چه کسی قرار است مرجع عملکردی شما باشد؟ همانطور که به نجات دهنده بزرگ و هزینه گناه ما فکر میکنید. در عشای ربانی ما خون عیسی مسیح را به یاد میآوریم و بدن شکست عیسی مسیح را. درست مثل غذا و نوشیدنی که به بدن حیات میدهد، مرگ عیسی مسیح به ما حیات ابدی میبخشد. باید از خود بپرسیم خدا، این هفته چطور تو را جلال دهم؟ وظیفه من تجهیز شما برای کار خدمتی است که دارید. اولین چیزی که باید رخ دهد این است که دیدگاهی الهی نسبت به فراخوان خدا داشته باشید. و میخواهم بزرگترین تشویق کننده شما باشم. اما آن تصویر را در ذهن نگذارید. میخواهم شما را تشویق کنم، کمک کنم به آنجا برسید و اگر بتونم تجهیزتان کنم. چطور از عطایای خدا استفاده کنم تا شهرت نام عیسی را بالا ببرم؟ چطور کلیسای اطرافم را تشویق کنم؟ چطور کلیسا را بنا کنم، چه یک شنبه ها و چه هر روز دیگر هفته؟ کشتی بدون لنگری نباشید که با هر جریانی که در آن روز میوزد شناور است. که به پایان عمر برسید و پر از حسرت باشید چون برای زندگی خدایی هدفمند توقف نکردید. شنیدم کسی درباره آمادگی جسمانی میگفت سختی خود را برگزینید. او گفت سختی خود را انتخاب کنید. پس انتخاب کنید. یا سالم شدن که سخت است. از خود انکار میکنید، ورزش میکنید و از مزایایش بهره مند میشوید. یا سختی دیگر را انتخاب کنید که از خود انکار نکنید، ورزش نکنید. اما بدنتان درد میگیرد. رنج میکشید و کمتر قادر به حرکت خواهید بود. هر دو سختند. سختی خود را برگزینید. میخواهم به شما بگویم آنچه نادیده میگیرید را انتخاب کنید.
امروز چه چیزی را نادیده میگیرید؟ وقتی از اینجا به این هفته میروید، آیا نجات بزرگ مسیح را نادیده میگیرید تا برای جلال او زندگی کنید؟ یا میخواهید نادیده بگیرید به دست آوردن پولی که میتوانستید داشته باشید؟ گرفتن تصمیم خوبی که میتوانستید بگیرید؟ چون باید یکی از این اربابان را انکار کنید. امیدوارم خدا شما را برکت دهد، اما وفادار باشید. همیشه به آن در چارچوب فیض خدا برای مراقبت از آن نگاه کنید. باشد که خوب مراقبت کنیم. اگر مسیحی هستید، میخواهم عشای ربانی رو با ما جشن بگیرید تا یادآوری شود که وارد این هفته میشیم و پرستش میکنیم. خدا را با زندگی و کلماتمان. به یاد آورید چرا پرستش میکنیم؟ خون، بدن عیسی مسیح. بیایید به فداکاری او بنگریم و با دعا در نظر بگیریم خدا. برای من چه شکلی است که صلیبم را بردارم و پیروی کنم؟ اگر اینجا هستید و مسیحی نیستید و در ذهن ما مسیحی طبق رومیان 10 یعنی اعتراف کردهایت عیسی مسیح خداوند شماست، یعنی زندگی شما دیگر متعلق به خودتون نیست و باور دارید که او به تنهایی شما را نجات می‌دهد وقتی در برابر خدا می‌ایستید. این نیست که اینجا تمام کارهای خوب من است. نه، مسیح برای من مرد. اگر این دو را باور دارید، پس مسیحی هستید. اگر می‌خواهید امروز اون قدم را بردارید، دوست دارم بعد از مراسم با شما گفتگو کنم. اما اگر مسیحی نیستید، لطفاً با ما عشای ربانی نخورید. کتاب مقدس هشدار جدی درباره عشای ربانی به شیوه‌های ناشایست دارد. پس ما بادا صلیب عیسی مسیح را مسخره کنیم، بلکه او را به یاد آوریم و بیایید او را بزرگ بداریم. بیایید دعا کنیم ای پدر، ما برای فیض تو شکرگزاریم.